بعد مدرسه باید سریع بیام برم خرید وسایل هالووین رو انجام بدم. دیرم شده. شبیه برهوته. آره نگاه تخمه. بچه ها تصمیم گرفتم که میویس بشم. تصمیم گرفتم که عروس مردگان بشم. ببین چیزایی که گرفتم، مثلا پوش الف گرفتم. چقدر صدا میده. خب نمیتونم خاموشش بکنم. بعد بادکنک و اینا گرفتم. از این بادکنک هاست که توش اینجوری چراغ میزنه به رنگ های گوناگون. خدایی اصلا ولخرجی نکردم. از این چیز گیریما گرفتم. لباس عروس مرده توسی. میبینی؟ یه دونه هم ازش مونده بود. اول خواستم خوناشام بشم. بعد لحظه آخر گفتم که لباس عروس مرده خیلی قشنگه. چقدر نازه. دیر شده وای دیر شده. دیر شده و دیر شده. دلم چقدر سیر شده. وای خدا. چقدر بد شدم. بچه ها رفتم همه اومدم. ساعت 1:40 است. خب نه ناهار خوردم نه قهوه بود چون ناخونم اینجوری شده. نه قهوه خوردم نه ناهار خوردم. الان باید موهامو درست کنم. بچه ها دستم برگم چه سلام. دارم میرم با دوستم کافه نادری. بعد اون طرف میخوایم بریم کریم خان. دور که یعنی بچرخیم و اینا. بعد میخوام کلی خرید بکنم. بچه اسنپ هم رسید. دیر شد. چه غروب قشنگه. داره از امرسیام خون میچکه جمعه. فیلمن همش. بچه‌ها پشت شیشه برف میبارد. در سکوت سینه‌ام دستی دانه اندوه میکارد. موسفید آخر شدی ای برف. تا سرانجامم چنین دیدی. در دلم باریدی ای افسوس. بر سر کورم نبارید. پایه‌گذار هویت هنری ایرانی بود. ما می‌خوای مثلا یه کاری بکنیم.
تفاوت استایل. اینو میشنوین صدا رو؟ میشنوین یا نمیشنوین؟ ساعت 12:30 مدرسه نرفتم، سرما خوردم، ولی بعد بلند شدم بخاطر اینکه اتاقم انگار بمب ترکیده توش. طراحیام باید انجام بدم، همون باید برم، خرید باید برم و کلی کار دارم. شبم داره برام مهمون میاد، دختر خالم داره میاد و اینکه بعد بلند شدم. این یه تیکه کاملا کم و تمیز از اتاقمه، یعنی ببینید چیه که تمیزش این قسمت، حتی کشوام باز اون پایین و خلاصی که الان کلی کار دارم. زندم فعلا، صدامم گرفت بچه. آتیش تن تو خاموش کرد، هرچی از تو موند و خواهش کرد. واسه تو چی کم بود میخریدم نبود چی برم خوب داره میسوزه. قد شد. نگاه گند زدم. بچه من همیشه از این کار میترسیدم، بعد الان میخوام انجامش بدم. نمیتونم هم ضبط کنم هم بگیرم. بچه‌ها خیلی خوب شدن. وای خدا بچه‌ها چقدر بامزه شد، چه بستنی شده. بچه‌ها این چه مزه‌ایه؟ یه مزه گرم دارچینی که اگه بتونم توش پوره کدو حلوایی بزنم اصلا دیگه نمیتونم در جوابش چیزی بگم. اینو کشیدم، نمیتونم باهاش ارتباط بگیرم، یعنی حس میکنم که خیلی میتونم بهتر بکشم و الان تو بدترین ورژنی هم که میتونم کارامو بکشم. هرچند من تا الان 2 جلسه طراحی غایب بودم، بعد تکالیفش هم نبردم. ببخشید 4 جلسه طراحی غایب بودم و تکالیفش هم انجام نمیدادم چون مثلا غایب بودم، بعد خب خیلی وقت کار نکردم. نسبتا خوبه ولی باز نمیتونم. ببینین تازه نباید از روی مثلا طرحی ببینیم، باید اینجوری خودمون این چراغا بزنیم، چقدر معلومه، از این چراغا بزنیم، 3 تا فیگور رو بیاریم کنار هم بذاریم و سایه روشنش رو بکشیم. ولی خب من دیگه این خلاقیت رو ندارم، دارم هر رو طرح میبینم. ببینید طرح اصلی اینه و چیزی که من کشیدم اینه. میبینین نسبتا واقعا شبیه نیستن.